در ناحیه جبو رسوف ولایت سوخت وابسته به آغاز موسم دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مراسم گسیل جوانان برگزار گردید. در برآمد رهبریت ناحیه قید گشت که امسال در دعوت بهاری شماره جوانان با ننگ و ناموس که با امر دل و وجدان برای صافدلانه و صادقانه ادا نمودن قرض شهروندی خویش به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل میشوند زیاد شده است. در روز یکم از اولین ها شده نقشه دعوت بهاری را 100% تامین نمودن جماعت دهاتی حیات نوی ناحیه جبو رسولوف اثبات گفته های بالاست. این از مسئولیت شناسی، هویت بلند ملی، شجاعت و متانت جوانان دلیر درک می‌دهد. از جانب رئیس ناحیه به والدین دعوت شوندگان برای تربیت چنین جوانان با غیرت و با ننگ و ناموس اظهار سپاس کرده شد. همچنین اشتراکچیان مراسم گسیل دعوت شوندگان به خدمت حربی تاکید نمودند که جوانان باید هنگام ادا نمودن خدمت وطن مادر هیچگاه زیرکی و هوشیاری را از دست ندهند، خودشناس و خودآگاه باشند و با صمیمیت و قلب پاک قرض فرزندی خویش را ادا نمایند. زیرا تنها اندیشه سالم، دوست داشتن وطن محبوب و هر ذره خاک و حفظ مرز و بوم آن جوانان را به مراد و مقصدهای نیک میرساند. در ادامه چاره‌بینی به نفرانی که در این معرکه مهم سیاسی سهم ارزنده گذاشتند سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه سپاریده شد. همچنین به دعوت شوندگانی که به طور رایگان در دوره‌های تشکیلات مددکاری مدافع تحصیل نمودند شهادتنامه رانندگی تقدیم کرده شد. نمایش صحنه‌چه جالب و تربیوی، برنامه رنگین کنسرتی که وصفگری وطندوستی و خویشتن‌شناسی، هویت ملی، افاده‌گری پایداری صلح و وحدت در کشور بود منظور حاضرین گردانده شد. تحت صوت و نوای دلنشین دعوت شوندگان با والدین و خویشان و نزدیکانشان شادی و خرسندی نمودند. در شهر کنیبادان به مناسبت گسیل گروه اولین اختیاران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از نزد کمیسریت حربی شهر تا میدان اسماعیل سامانی راهپیمایی صورت گرفت که در راهپیمایی پدر و مادران دعوت شدگان، سربازان و ساکنان شهر کنیبادان اشتراک نمودند. سپس در میدان اسماعیل سامانی جمع تنتنوی برگزار گردید که در جریان آن رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر کنیبادان، جماعت‌های شهرک و دهات، کارمندان کمیسریت حربی، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین دعوت شوندگان شرکت داشتند. در جریان همایش با برابر گروه 70 نفره اختیاران اولین تمنا نمودن صحتمندی و سربلندی و موفقیت و بردباری ها در ادای قرض شهروندی تاکید به عمل آورده شد که ارتش ملی یکی از رکنهای مهمترین دولتداری و سپری با اعتماد استقلالیت دولتی محسوب می شود. محض به شرافت موجودیت، نیرومندی قواهای مسلح و خدمت شجاعتمندانه خدمتچیان حربی مردم تاجیکستان امروز در وضع آرام و آسوده زندگی به سر میبرند. رئیس شهر کنیبادان در این ردیف به طور خاص تذکر داد که خدمت در صف قواهای مسلح نه تنها عهدهداری شهروندی بلکه قرض وجدانی و ایمانی هر یک شهروندی جمهوری تاجیکستان و وظیفه با افتخاری هر یک جوانمردی سرزمین است. کمیسر حربی شهر کنیبادان در نوبت خود با معنی افزود که جوانان در همه گونه شرایط به سوگند حربی یاد کرده خود استوار مانند و فضای صلح و ثبات، وحدت ملی و امنیت دولت و ملت را چون گوهرک چشم حفظ نمایند. سابقه‌داران مهنت به دعوت شدگان راهی سفید آرزو نمود. دعوت شونده جمع آمد و در سیمای آنها تمام مردم دیار را باور کنونید که همسالان او توسط خدمت صادقانه و شجاعت و دلیری عنعنه‌های نیک میهنداری و گرامی داشتن هر یک وجب خاکی سرزمین اجدادی را با سربلندی حفظ خواهند کرد. سپس در وضعیت تنتنوی به ختم کنندگان مکتب متحده تکنیکی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع شهر کنیبادان شهادتنامه رانندگی سپریده شد. برای ما ابراز یک افتخار است که نبیره‌های 2 سالشه خودم را به صف قواهای مسلح تاجیکستان گسیل کردم. آنها با خواهش خود خدمت را با سری بلند اتمام نموده به نزد پدر و مادرشان صحت سلامت برگردند. ما یک پیشنهاد دارم
جوانان تاجیکستانی همه بچه‌های پرقوت من التماس میکردم که همه ها چون نبیره‌های من با خواهش خود در صف ارمی قوای مسلح تاجیکستان خدمت کنم برای آنکه مادر وطن یکتا ما مادر وطن را اگر حمایت نکنیم موی سفیدان کودکان را کی حمایت میکنه من از همه جوانان خواهش میکنم با خواهش خود رفته در صف قوای مسلح تاجیکستان خدمت کنم با خواهش خود به خدمت وطن مادر آمده شدم از دیگر جوانان خواهش میکنم که رنگ ما آمده خدمت کنند. در قسمت آخری مراسم گسیل اهل فرهنگ شهر با برنامه کنسرتی که عبارت از شعر و سرود سرشار وصف و ستایش وطن بود پیشکشی نوازگران گردانیده شد.